و تیمور رحیموف دو نفری که در مرحله‌های از این پیشتر غلبه به دست آوردند و به دوری دیگر راه یافتند. بسیار تأسف که شمشاد در این نیروسنجی با همون یک تنبیه از ادامه مبارزه ها محروم گردید. شمشاد واقعا نفری ارزنده است و مکافات شاه جایزه و واقعا همین شاه جایزه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای نفر موفق تأسیس داده شده است که البته شبکه ما رو ترک نکنید و غالب این شاه جایزه نفری پهلوان میدان نوروزی شهر دوشنبه البته بعد از چند لحظه معرفی خواهد گردید. فریاد شیخوف با همراهی تیمور رحیموف به میدان میبرایند. فریاد با تیمور رحیموف اکنون در میدان امروز در وزن جمعی 100 کیلو گوشتین گرفته بودند در بخوری نیمه نهایی. بعدا نتیجهش معلوم شد که تیمور رحیموف در مبارزه مقابل فریاد واقعا فعال هست. حالا همین را خوب ثابت میکند. مبارزه پهلوانان باز هم ادامه خواهد یافت. تیمور اکنون نقطه ضعیفی را چون احساس کرد از این فریاد شیخوف رو، چون گفتیم که هفته سپری گشته در اولین گشتینی موسم امسال در ناحیه دوستی هر دو هم برای شاه جایزه رقابت کرده بودند، اما شاه جایزه صاحب خود را پیدا نکرد. هرچند تیمور افضلی داشت، برتری کامل را هم بعد از گرفته بود، اما در گشتین ملی آن تنتنه های شهر و ناحیه ها که اینجا با تخت پشت باید ورزشگر افتد، از این نقطه نظر وقت هم خیلی طول کشید و در نهایت غالب معین نشد. امروز تیمور رحیموف اثبات کرد که او نسبت به حریفش فرق کننده است. هنرش الکی یک مراتبه در بخوری نیمه نهایی وزن جمعی 100 کیلو فریاد شیخوف را شکست داد. بسیار رقابت ها هم خیلی جالب تر شده ایستادند. باز هم کوشش دوم تیمور رحیموف حالا نتیجه بخش نیست. اینجا هم هرچند تیمور کوشش دارد اما در به دست آوردن امتیاز موفق نشده است. حرکت سیومی تیمور اینجا که داور باید که به پهلوان خلعت سفید داشته بله آگاهی دهد، چون که گشتین نمیگیرد باید مجازات گردد، قامتش باید بلندتر باشد. اینجا هم نیروسنجی و همون ترتیب درست و همون طبق نظامنامه صورت گیرد. و اگر ما توجه کنیم به وقتی برگزاری مسابقات که خیلی هم طول کشید، ببینید که 6 7 دیروز 10 ساعت و 25 دقیقه رقابت پهلوانان در همین میدان صورت گرفت و امروز هم ببینید الکی ساعت 7 پشت سر میگردد. یگان نفر جایش را عوض نمیکند. این بار دیگر اثباتیان است که واقعا به گشتین ملی محبت و میل و رغبت بیشتر است و هواداران سرشمار خود را هم در جمهوری دارد. تیمور تلاش میکند دوباره
عضو منتخب جودوی کشور فریاد شیخوف مجبور شد که اکنون به میدان براید بعد این مراسم قرعه کشی در وزن مطلق برای جایزه مکافات عالی دیگر جای برگشت نیست. اگر به میدان نمی اومد آنگاه از جانب فدراسیون گوشتین جودوی کشور مجازات میشد و از اشتراک در مسابقه ها طول 1 سال محروم میگردید. آمد اما کار را خوب و بهتر و دیدنی انجام نداده ایستاده است. پافشاری این اکن چون عادتی جوانمردی نیست که قصدن این کار این حالت ها را اجرا کند. حریف خود را نداشته باشد یا اینکه بی زحمت اگر پسیچکا زند آنگاه حمله داده می‌شود. در ابتدا البته باید عمل خود را بعد آن شروع کند که حریف را البته از کمربند یا از سر یاسین یا از در مجموع حرکت را آغاز میکند و بعدا پیش با این اصولی که خاص هم به گوشتین جودو هم هست و در سامبو نیست. به تیمور آگاهی داده شد. وقت هم پس از چند لحظه انجام می‌یابد، اما در مبارزه و تلاش پهلوانان در این دور آنقدر برتری و افضلی را مشاهده نکردیم. براستی آگاهی و تنبیه اکنون تقدیر این مبارزه را حل می‌کرده باشد. برای پاسخ با این سوال البته بعدی بیشتر از 1 دقیقه دیگر می توانیم که البته توجه داوران رو هم به نظر گیریم. این چی گوشتین است؟ مخلصان هم صدایشون بلند میگردد، اعتراض دارند. اکنون مجازات شدن این تنبیه اکنون حالتی که باز قاعده تیزی هم به نظر رسید. این چی وضع است، چی حالتی میدانداری پهلوانان است. باید که داور هم اکنون فکر خود را هم نشان داد. به هر نوع باید فریاد قامت بلند با همان یک جرأت و غیرت و جوانمردی خود و در نهایت تیمور رحیموف مثل آنی که قبلا او را شکست داد در این رقابت هم تیمور دستگلو شد. در یک روز 2 مراتبه از تیمور رحیموف فریاد شیخوف شکست خورد. قبلا در واخوری نیمه نهایی وزن جمعی 100 کیلو و بعدا در مبارزه وزن مطلق برای دریافت جایزه.